درود میگویم به شما بینندگان شبکه سفینه. این برنامه نوبتی خونی تاجیکستان است و امروز ما قرار داریم در خانه اپای حلیمه. سلام علیکم. علیکم السلام. خب اپای حلیمه، بینندگان عزیز شبکه سفینه، خاصتا دوستداران و شوقمندان برنامه خونی تاجیکستان بی‌صبرانه انتظارند که امروز اپای حلیمه کدام خوراک رو آماده میکنن. بهترش خودتون گویید کدام خوراک رو امروز آماده میکنید؟ امروز ما با بینندگان تلویزیون سفینه اوقات دملمه پیشکش میکنیم. بسیار خوب، بسیار عالی. و من فکر میکنم که بینندگان عزیز اکثریت شما قریب 99.9% شما دملمه رو استعمال کردند، ولی امروز دملمه‌ای که اپای حلیمه آماده میکنند باور کنید بسیار بالذات است، چون که خودشون گفتند و غیر عادی میباشد. سیر مخصوصی خود را دارد و در دوام برنامه خواهیم فهمید که آیا سیرش را میگوید یا نه. برای دملمه کدام محصولات لازم است؟ من برای شما کمک میکنم. البته پامیدور، قلمفور بلغوری، سبزی، کارتوشکا، پیاز، سرپیاز، خب کرم، کبودی ها، گوشت و همون خاکاوی خوشبو کننده، نمک و روغن. همون محصولاتی که عادتاً در دملمه استفاده برده می شود. همین طور است. خب هست همین نفرانی که دملمه رو مثلا یکی دیگرگونه آماده میکند، دیگرش دیگرگونه هست. همین خیلی دیگرگونه. البته هر کس با خواهش خودش به طبع خودش میپزه. به طبع خودش میپزه. خیلی خوب. و اپای حلیمه، برای چی امروز دملمه رو شما خواستید که خب نشون دهید طرز آماده کردنش رو به بیننده های شبکه سفینه؟ برای که اوقات دوستداری عائله ما میباشند، ما تست تیار میکنیم. اینا برای همین ما قرار گرفتیم که همین چیزا و تماشابینان تلویزیون سفینه پیشکش کنیم. خیلی خوب اپای حلیمه. خیلی خوب دوستان عزیز، وقت رو زیاد نمیگیریم. اون نفرانی که تازه به شبکه سفینه پیوستند، بار دیگر میگویم که ما قرار داریم در خانه اپای حلیمه و امروز آماده میکند دملمه، خوراک بسیار بالذات و غیر عادی. از چی شروع میکنیم؟ اول ما شروع میکنیم از پیاز، یعنی از میده کردن پیاز. خیلی خوب، من برای شما کمک میکنم. دوستان عزیز گفتیم که کمک خب همین میزی ما خب میده تر است، از همین لحاظ بعضی محصولات رو میگیریم و تا راحت احساس کند خودشون رو اپای حلیمه. کرم رو میگیریم. خب واقعا هم در سن سال شما وقتی که جوان بودید و میبینیم میفهمیم از معلومات ها سرچشمه ها میخونیم، زنی تاجیک بسیار یک چی میگویند، زنی هنرمند، زنی کدبانو، خب زنی تازه کار بود. و نسبتا سال اخیر گرچند دیگه هست جوان دختران که بسیار فعال هستند، لیکن نسبتا کم فعال شدند. شما در همین مسئله چی فکر دارید؟ چی گفتنی هستید؟ من اول همه این مادرها خواهش میکنم که پیش از وای کردن دختراشون با عائله مستقل برآوردن فرزنداشون، اول همه این هنرهای به فرزنداشون آموزن، آداب و آدمگری آموزن، حرمت و عزت آموزن، تا که برای رفتن خانه خسرو خوشتامن حرمت و عزت داشته باشن، شوهراشون حرمت کنن، عزت کنن، هر اوقاتی بالذات پزن برای وی حرمت و عزتشون همه وقت باشد. چون که من همین کارای ما ای مادرامون ما با وی ماندگی میراث ماندگی مادرام ما در یاد دادگی همین چیزای. برای همین شما هم دخترای من خواهش میکنم که ای همین ویاشون ای مادراشون پرسن نمیتونستگی چیزاشون. خانه خوشتامن هم که رفتن، خوشتامن برای ویا البته مادر میشوه، چیزایی نمیدونستگی هاشون فهم پرسن و هم البته مادرن، انسانن، یاد میتین نمیفهمیدگی چیزاشون. خیلی دختر در خانه پدر و مادر دیگر تربیت دارد، در خانه خسرو خوشتامن با عائله ویا تربیت دیگر دارد. برای همینم خواهش میکردم همین دخترها که حرمت کنن، عزت کنن، تا که زندگی خوب بینن. 40 سال شد من قطعی اول همسرم زندگی دارم، بین ما هم دیگر فهمی هست، زندگی خوب هست. ما چیکاری که باشه به همدیگریمون مصلحت میکنیم، همدیگریمون میپرسیم. من همین چیزا ما هم اوقاتای ملی هم چیزای ای مادر و ای خوشتامنا یاد گرفتیم. خیلی خوب. اپای حلیمه میگویند که خب عائله وقتی که برپا میشود البته که خب زندگی است، کمی و بیشی است، نافهمی و هست میشود در دل خو عائله، ولی اساسش اون که باید یکدیگر فهم باید بود باشن، خب احترام یکدیگر رو به جا آورد و زود همین نافهمی رو برطرف کرد. همین طوره؟ البته
майда кард, тамом карда пай Ҳалима пиёзро ва шурӯъ мекунанд аз чӣ? аз картошка. Аз картошка. гуфтед ки дамлама хӯроки дӯстдоштаи оилаи мо аст. Хоб дар баробари ин вақте ки шумо хурд будед, масалан модари шумо, хоб бибии шумо, момаи шумо кадом хӯрокҳоро боз бештар омода мекарданд? барои мо истеъмол мекардед? барои мо хӯрокҳои тоҷикӣ мекарданд оши бурида, оши тупа, шакароб, қурутоб, фатирмаска, умоч. бо мо мегуфтем унҷа да атолаи сафед. бо мо мегуфтем ки бо момоҳои мо мегуфтанд аталаи кочӣ ки карданаш ҳами хел вай буд. мо да ёд медоданд, қиинтар буд. мо ба ёд медоданд ҳамин чизоя ки ёд гиретон дар кор меша ҳамин шумона да оила да зиндагитон гуфта. барои мо манам хали авқотоя фатирмаска, манам хали чизоя мо да ёд медоданд. хеле олӣ. خیلی خوب. خب من باوری کامل دارم بیننده عزیز که هر یکی شما در خانه‌دانتون آماده کردید، خصوصا کدبانوها، خب زن‌های خانه‌دان آماده کرده دملما رو و می‌بینیم که امروز چگونه آماده می‌کنند. بیشتر برای دملما کدام گوشت بولازت دارد؟ گوشت‌های روغنی. گوشت روغنی. گوشت روغنی، گوشتی استخواندار باشد، روغنین باشد. خیلی خوبتر میشن. خب بغیر از گفتیم که پخت و پز کردن، آدابی بلند داشتن، جوان دختر امروزه تاجیک باید دارای کدام خصلت‌ها باشد؟ خصلت خوبی مهمان دوستی داشته باشد. یک از ادرش دارد خندیده بیاید، پیشوازی مهمان برود. خیلی چی داشته و نداشتنش در دسترخوانش برود پیش همون مهمان. همین خبربری و خبربیاری نشود. بینید که همین سخن‌ها رو میگه بسیار یک احساس قطعی میگوید زیرا واقعا همین درد جامعه ما است زیرا خب این یک چی میگویند عمل‌ها یا کارهایی هست که اونقدر با شان و شرف زن توجیه اویلای توجیه اونقدر زیبنده نیست. همین خصلت‌های بسیار بد انسانی است که مثلا سرچشمه یا خود سببگاری نفهمی ها می شود، سببگاری پاش خوردن اویله ها می شود. همین طور است. البته پیش ایام برآوردن دختر همون مادرای من خواهش میکردم، التماس میکردم که فرزنداشون بگویند دخترم وقتی که خانه شوهر میری خبری خانه شوهرت خانه من نبیار، خبری خانه من خانه شوهرت نبر. میبرن خبر مادرها میشوند گنده، دو اویله میشوند جنجال هر دو خدا. خیلی عالی دوستان و برای کدبانو، برای نفری که خوراک‌های بسیار لذیذ میپزد خب باید چی ها رو داشته باشد؟ کدام قابلیت رو داشته باشد؟ اپای علیما یعنی پیش از اونی که خوراک رو آماده میکند اول گفتیم که تازه‌کار باشد. البته و زن باید تازه‌کار باشد، روی تازگیش باید باشد، نه که خانه در آمدی همه افلاس باشد، دیگه و طبقش همه افلاس باشد. بله اینقدر خوب نمیشه. البته برای زن تاجیک چی در کار تازگی همه چیزی خوبتر. دوستان عزیز بعد از یک وقفه خیلی کوتاه برمیگردیم، ما رو همراه باشید. برنامه خانه تاجیکستان است از شبکه سفینه. دوستان عزیز برمیگردیم، باز گفتیم که این برنامه خانه تاجیکستان است. قرار داریم در خانه اپای حلیمه و آماده میکنند دملما. تا این لحظه چیکار کردند؟ پیش از همه پیاز رو ریزه کردن یا خود میده کردن، بعدن کارتوشکا رو، بعدن قلمپوری بلغاری رو. اکنون مونده است چی؟ سبزی و ما این جای خودش میگذاریم. خب سبزی مونده است، پمیدور رو ریزه میکنیم؟ نه هم زنده میمونه. خیلی خوب. سیر پیاز رو نیست همین هم خیلی زنده میمونه. همین طور. کبودی ها همین طور. یعنی این معنی اون رو دارد دوستان عزیز که فقط سبزی مونده است، فقط سبزی مونده است، میدانو کرده و بعد از این میگذاریم به قسمت دومی برنامه‌مون. یعنی خب محصولات ها رو وارد دیگ میسازیم. مرحمت ادامه دید و گفتیم که در فصل خب گرما بیشتر باید که کدام خوراک‌های سبک رو استعمال کرد. گوشت بریده اونجا میشود اکو ما شوله میگیم، شوله برنج. اوشی توپا گفتیم مثلا شوله یا که خود شوله گفتیم، اون خوراکایی که گفتیم کوچی، اوموچ، اینا خوراکای قدیمی هستند. از قدیم الایام اومدن زیاد از 100 200 300 500 سال عمر دارن. بله خب سبب در چی است که کدبانوهای حاضره ما کوشش نمیکنند که یگان خوراکی نو ایجاد کنند و در روی خط خوراکای ملی تاجیکی وارد کنند. یعنی همه اینها از پیش بدند.
برای چی نو مثلا خوراک‌های کدمان‌های حاضره مثلا یک خوراک بسیار بالازد رو فکر کردن نمیبرند که گویند که انا این خوراک نو است گرچند که نو است لیکن خوراک ملی تاجیکی است زنی تاجیک این رو فکر کرده برآمده زیرا ما میبینیم که در دیگر دولت و ملت ها هر روز یک خوراک نوی خود رو پیشکش میکنن میبرن. جمشید جان یاشای حاضر همه بیخوش شدگن بهنر شدگن همین چیکار کنیم سراسیمه تیار کنیم یا که برای تماشای فیلم های رویم یا که برای کافتن اینترنت ها رویم برای یگان کار دیگر رویم همه جوانای ما بیخوش شدگن درست گپ ایجادکار باید بود البته دوستان عزیز قسمت اولی برنامه ما با آخر میرسد یعنی که ما برطرف کردیم انیقتر شپای حلیمه اون محصولات هایی که باید که میده میکردن ریزه کردن گفتیم پیاز کارتوشکا سبزی قلمفور بلغاری و این محصولات هایی که شما میبینید پامیدور سیر پیاز گوشت و کبودی ها رو ریزه نمیکنیم و وارد دیگ میسازیم بعد از یک وقفه کوتاه زودک برمیگردیم و در نزد دیگ محصولات ها رو وارد دیگ میسازند اپای حلیمه ما رو همراه باشید بعد از چند لحظه برمیگردیم حاضر آی دیگ ما که قاق شد ما اول به دیگ روغن میاندازیم روغن ما کمتر گرم شود دوستان عزیز گفتیم که قسمت دوم در نزد دیگ خب جریان میگیرد و اکنون بعد از اونی که خب روغن رو انداخته تثبیت ما چیکار میکنیم اکنون روغن ما که تثبیت ما باید گوشت میاندازیم گوشت من کمک میکنم با شما اکنون دوستان عزیز خب گوشت رو گفتیم بعد از اونی که میتثبت روغن گوشت رو میاندازیم مرحمت کمک میزیرباند برای که گوشت بوی خون میکنند برای همین کمک زیرباندن در کار ما بعد از زیرباندن گوشت پیاز همراه میکنیم اونجا بعد از گذاشتن پیاز ما اینجا کارتوشکا همراه میکنیم بعد از همراه کردن کارتوشکا ما اونجا میمونیم سبزی
بعد از گذاشتن سبزی ما اینجا نمک همراه میکنیم. از سبب گوشت ما نمک داشت، برای همین ما نمک کم استفاده میبریم، برای که گوشت ما نمک کردگی بود. بعد از همراه کردن سبزی ما اینجا میمونیم سیر پیاز. بعد از سیر پیاز ما همراه میکنیم زنجبیل بلغاری. بعد از همراه کردن زنجبیل بلغاری ما اینجا همراه میکنیم کرم. بعد از کرم ما اینجا میمونیم پمیدور. اینجا ما همراه میکنیم خاکاوی خوشبو کننده با مانند زیره. کبودی های هم میمونیم اینجا شیبید، ریحان، ما اینجا همراه میکنیم کمتر آب. دوستان عزیز، خب در نزد دیگ بعد از خب تسب و گرم شدن روغن انداختند اپای حلیمه گوشت رو، بعدا پیاز رو، همین طور است نه؟ بعدا کارتوشکا رو، بعدی کارتوشکا انداختند کرم رو، زنجبیل بلغاری، کرم، قرنفل بلغاری، کرم، پمیدور، کبودی ها، خاکاوی خوشبو کننده و وقتی اون رسیده است که چیکار میکنیم؟ محکم میکنیم دیگه. محکم میکنیم دیگه، یعنی خب دم میاندازیم دیگ رو و مرحمت با مدت قریب یک ساعت قریب یک ساعت خوراک ما دم میخورد. خیلی عالی، خیلی عالی. و اکنون میبینیم دوستان عزیز که چگونه در اینجا حالت خیلی خوب است و دم میخورد با مدت قریب یک ساعت گفتند. ببینید که چگونه علاقه بوی بسیار لذیذ به مشام میرسد، بسیار عالی و خوراک ملی نیست، خوراک ملی تاجیکی نیست، بویش بسیار لذیذ و مدهوش کننده است. دوستان عزیز اکنون قریب گفتند یعنی تا یک ساعت دم میخورد دملمه و ما بعد از یک وقفه زودک برمیگردیم و مراسمی با چی
لالی برداشتن دملما رو میکنیم با اپای حلیمه. گفتیم که میمون نوبتی ما هستند اپای حلیمه. ما قرار داریم در خاندان اپای حلیمه دملما رو بسیار لذیذ آماده کرد، به طور مخصوص سیر خود را دارد و میچشیم. بعد از چند لحظه میگوییم که چگونه لذت دارد. ما رو ترک نکنید. این برنامه خون تاجیکستان است. از شبکه سفینه قرار داریم با اپای حلیمه در خاندان این نفر. دوستان عزیز، رسیدیم به نقطه کولمیناسیونی برنامه، یعنی این معنی آن را دارد که دملما پورا آماده شده است و چند لحظه بعد به خب لالی میبرداریم. همین طور است. البته. چیکار میکنیم اکنون؟ اپای حلیمه طبق دم میگیریم. خب لحظه های حساس دوستان عزیز، خیلی گرم است. خیلی گرم است. خب من اکنون مزه دارد خوردن یک برده نان تاجیکی. افتخارم تاجیکی، دارون ندارم تاجیکی. مادر عزیز و مهربانم اپای حلیمه الکای آماده کردند. در سر دسترخوان با این نفر نشستیم در خانه خب مادر مهربان. خب و بعد از چند لحظه میچشیم همین دملما رو، دملمه با لذتی که امروز مادر تاجیک، زن تاجیک، کدبانوی تاجیک آماده کردند. از همین لحاظ چیکار میکنیم؟ مرحمت بسم الله کنید. بسم الله میکنیم با خب مادر عزیز و مهربانمان. مرحمت میچشیم و من گفتم که بی صبرانه انتظار بودم که چگونه خب امروز خب آماده می شود و چگونه لذت دارد خب یک جا کردن. وقتی که مادر تاجیک آماده میکنه خوراک را، لذتش 10 چند 100 چند می شود. دست شما هرگز درد را نبیند مادر عزیز. بسیار خوراک با لذت. این به محبت است دوستان، با درجه عالی با لذت است. همه همین محصولاتی که وارد دیگ بود همه خود را گم نکردند، لذیذ هستند، بسیار ملایم، بسیار شیره‌دار و بسیار عالی. من فکر میکنم که در برابر اپای عزیز و مهربانم مادر مهربان اپای حلیمه، شما نیز برای رشد هنرهای مردمی سهمی خود را میگذارید و خوراک‌های ملی را آماده میکنید برای اهل عائله خود، برای اون نفرانی که از دیگر کشور میآیند تا استعمال نمایند خوراک‌های ملی تاجیکی را شما آماده میکنید، پیشکش میکنید و با این نشان میدیم که مردم تاجیک چگونه خب همین خوراک‌های لذیذ ملی دارند، چگونه فرهنگ دارند، چگونه مدنیت دارند. بار دیگر تشکر زیاد. در آخر چی گفتنی هستید برای بیننده‌های شبکه سفینه؟ برای بیننده‌های شبکه سفینه گفتنی هم که خوش آمدید. رحمت برای بهتون. سلامت باشید. برای جوان دختران چی میگید؟ برای جوان دختران گفتنی هم که پیش از همه یاد گیرن همین چیزای برای خونه شوهر رفتن، همه خیلی طعام‌های بامزه پزن، خوراک‌های ملی تاجیکی پزن برای شوهراشون، برای خسر خوشتامناشون. من همین هنرهای ما ای مادرامون یاد گرفتیم، ای کلونا یاد گرفتیم. مادرامون برای ما همین چیزای آموختن، نشان دادن. امروز به فایده خودمون، به منفعت خودمون با ما در دیگران می‌آموزیم همین چیزای فرزندامون با. خیلی خوب. تشکر زیاد. رحمت کلان یک تاجیکستان سپاس برای شما اپای حلیمه. بیننده‌های عزیز، اینجا باشد برنامه نوبتی خونی تاجیکستان با آخر میرسد. تا دیدار نوبتی همیشه سالم بمونید، همیشه خوراک‌های لذیذ تاجیکی رو استعمال نمایید. من میدونم که خوراک تاجیکی آماده کردنش کمک مشکلی دارد ولی لذتش بسیار عالی است. اینجا باشد برنامه ما با آخر میرسد. تا دیدار نوبتی سلامت بمونید. خیر دوستان.